حتی خود گیلانی هم نمیدونن تو رشت همچین اقامتگاه بومگردی هست. تی رفتار و تی کردار منو بکشه و تی بالا بلند نداره ببین. تا حالا به سبک معماری خونه های گیلان توجه کردی؟ تو اصطلاح گیلکی به این خونه ها گفته میشه تلارخانه، خونه هایی با ایوون های بزرگ برای دور همی های خانوادگی و سقف های شیبدار که بارون روی اونها جمع نشه. رنگ آبی نرده ها فقط برای زیبایی این بنا نیست، برای جلوگیری از رطوبت و دور کردن حشرات اینطوری ساخته شده. اگه دوست داری تو یکی از این بناهای زیبا و اصیل اقامت داشته باشی، کلمه اقامت رو برامون اینجا کامنت کن یا به سایت 350 مراجعه کن.